نام خدا و با عرض سلام، امروز سه شنبه 24 سرطان 1399 خورشیدی برابر است با 14 جولای 2020 میلادی. مشروع خبرها با من میرالله بشارت است. شبکه امید فردا. روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان. دولت افغانستان بر رهایی انتخابی زندانیان طالب از بند تعهد ندارد، اما 5000 زندانی طالب را به تدریجی از بند رها خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در مورد رهایی 599 زندانی که طالبان خواهان رهایی آن است، نهادهای عدلی و قضایی تصمیم خواهد گرفت. سخنگوی رئیس جمهور میگوید دولت افغانستان آماده گفتگوهای مستقیم با طالبان است، اما طالبان تمایل به گفتگو با دولت ندارند و به کشتار مردم ادامه میدهند. صدیق صدیقی میگوید طالبان با ادامه خشونت‌ها انتظار مردم افغانستان و جامعه جهانی را آسیب زدند. هنوز هم انتظار ما از این گروه ایست که از جنگ دست بکشند، این فرصت صلح را که به میان آمده ای را با مشکل و چالش روبرو نسازند. خبر خوب داویی چی یو رسمی شی سوی لکاتش کم یا غربند خو البته امریکایان ما فکر باندې دا خبر دی لاین حل پرې شول او طالبانو چې به خپل اعلامیه خبره کړې ده هغه به جلا خبره کوي. آقای صدیقی میگوید قضای افغانستان در حال بررسی پرونده رهایی 592 زندانی باقی مانده طالبان است، اما با گفته او دولت بر رهایی انتخابی زندانیان طالب تعهد ندارد، هرچند 5000 زندانی را رها خواهد کرد. افغانستان د سولې لپاره دا تعهد کړی چې نږدې 15000 خوشي سي، نه احمد نه محمود خوشي سي. نو لست باندې باید خبرې وکړو، ارقام باندې باید وغږیږو، نه د نمونو باندې. دا 15000 افغانۍ دي. طالبان تاکنون 600 زندانی حکومتی را رها کردند که از این میان 175 تنشان ملکی و وابسته به گروه‌های محلی و خیزش‌های مردمی است. معین ارشد امنیتی وزارت داخله هم میگوید حالت دفاع فعال موضع ضعف نیست، بل این موضع‌گیری به دلیل کمک به پیشرفت روند صلح روی دست گرفته شده است. د افغانستان خلک له طالب پښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د پروژه کې مثلا 1.5 سل بېګناه افغانان په ټانکر بم الوزولي. مدافع فعال نقطه قوت ما ضعف ما نیست که ما حسن نیت نشون میدیم، اما در برابر حملات طالبان وقت حمله میکنن اونا با قبول کردن تلفات عقب نشینی میکنن و دستاوردشون فقط قتل مردم است بس. همزمان زلمه خلیزات نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت گفته است که مرحله نخست توافقنامه دوحه با طالبان عملی شده و گام‌های بعدی مبتنی بر شرایط خواهد بود. او گفته است نیروهای آمریکایی از 5 پایگاه در افغانستان خارج شدند. خلیزات از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان ابراز نارضایتی کرده و خشونت‌های پسین را خلاف تعهدهای طالبان در توافقنامه دوحه خوانده است. امروز ایالات متحده آمریکا و طالبان با همدیگر توافق نامه دارند. روی این لحاظ است که هیچ گونه اهرم فشار بین المللی هم علیه طالبان وجود نداره و همین خاطر بسیار با خیال راحت دست به خشونت میزنند. از سوی هم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پیوند به پیشرفت‌های صلح و نیز ادامه خشونت‌ها در افغانستان با هم گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه در خبرنامه گفته که سرگئی لاوروف و مایک پامپیو درباره حل و فصل درگیری‌ها در افغانستان جایزنی کرده و نیز گزارش اخیر نیویورک تایمز در مورد دخالت روسیه در افغانستان بر ضد آمریکا را به بحث گرفتند. هشدار امنیت ملی به طالبان. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که حمله دیروز بر ساختمان امنیت ملی سمنگان در شهر ایبک کار طالبان است که با هماهنگی گروه‌های هراس‌افغانی خارجی بوده است. جاده کنار ریاست امنیت ملی سمنگان است که پیش از چاشت دیروز گواه حمله مهاجمین انتحاری بود با یک موتر بمبگذاری شده. این حمله که به درگیری حدود 3 ساعته با نیروهای امنیتی انجامید، شماری از ساختمان‌های دور و بر را به ویران مبدل کرد و کم از کم 10 موتر را به گونه کامل تخریب کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه گفته است که طالبان این حمله را در همکاری با گروه‌های هراس‌افکن خارجی انجام دادند. این نهاد به طالبان هشدار داده است که به زودی انتقام این حمله را خواهد گرفت. یک منبع امنیتی میگوید که یکی از مهاجمان حمله دیروز در شهر ایبک تازه از زندان رها شده بود. شماری از باشندگان شهر ایبک میگویند که این رویداد زیانهای هنگفت مالی را به مردم به جا گذاشته است. خساره‌ای که به مردم رسیده و بسیار زیاد وحشت زده، مردم بسیار وحشت زده شده، مردم بسیار ترسیدند و بسیار زده و زخمی هستند. ببینیم دکان مستقبلان دو دکان نیش مونده و نی
وسایل مونده ما فقط کلش از بین رفته خلاص. این تقریبا دکان چالگا مال داره، پایینگا مال داره، کلش فعلا خراب شده. هیچ چیز نمونده. بیشترین زیان به ساختمان شهرداری ایبک وارد شده که در کنار ریاست امنیت ملی قرار دارد. شهردار ایبک میگوید در این رویداد نزدیک به 30 میلیون افغانی به این نهاد زیان وارد شده است. در حدود 25 میلیون الی 30 میلیون ما برای ما تو تخریب آمدانه زون خونیم. یک دروازه آباد نیست، یک شیشه آباد نیست. او تعمیر همه درس کرده دیگه قابل استفاده نیست. مقام های محلی در سمنگان میگویند در کنار وارد شدن نزدیک به 50 میلیون افغانی زیان مالی تنها به اداره امنیت ملی و شهرداری، خانه های مسکونی و زیربناهای عامه نیز به گونه جدی آسیب دیدند. معاون والی سمنگان میپذیرد که نیروهای امنیتی در تامین امنیت کوتاهی کردند. البته کوتاهی از طرف از ما صورت گرفته و این موترات تانسته تا داخل شهر ایبک بیان و بالاخره این حمله را انجام داد. در این رویداد 11 تن از کارمندان امنیت ملی و شمول یک خانم جان باختند و 63 تن دیگر از جمله 16 کارمند امنیت ملی و 16 کارمند شهرداری ایبک زخم برداشتند. در 6 ماه گذشته روزانه به گونه میانگیر 16 نفر قربانی نبردها شده‌اند. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 2020 میلادی 1213 فرد ملکی در رویدادهای جنگی کشته و یا زخمی شده‌اند. داستان تلفات غیر نظامیان نگران کننده دانسته می شود. بر اساس آمارها در 6 ماه نخست سال روان میلادی روزانه به گونه میانگین 16 غیر نظامی قربانی حمله‌های مسلحانه شدند. کودکان محروم از مهر مادر. بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 957 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. یکی از نمونه‌های بارز از این خانم سریا است که این خانم هنگامی که می‌خواست زایمان کنه در بیمارستان صد بستر دشت برچی آماج حمله قرار گرفت و جان باخت. می‌پرسند به چه جرمی مادرشان را در هنگام زایمان کشتند. یکم دفعه جگر خون میشم ولی همیشه در فکر ماست که چرا مادرم مرد، چرا ما یتیم شدیم، گناه ما چی بود دیگر را. زهرا که از دود و بارود در بیمارستان صد بستر برچی نجات یافته حالا 2 ماه است، اما بدور از مهر مادر. تا به کی مردم بیگناه را در قتل میرسانه؟ یک سیاسری که در ولادت خانه باشه او چی گناه داره که یا در شهادت میرسانه؟ مشکل داری برو قتل دولت مشکل تعال کو، مردمی کاری نداره. کمیسیون مستقل حقوق بشر محور این بحث هم کشته و زخمی شدن غیر نظامیان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر آمار تلفات غیر نظامیان در نیمه نخست سال روان میلادی را همگانی می کند. در این 6 ماه در 880 رویداد امنیتی 1213 غیر نظامی کشته شدند. 126 بانو، 898 مرد و 225 کودک. همچنان 1744 تن به شمول 1078 مرد، 171 بانو و 495 کودک هم زخمی شدند. این ارقام نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی به گونه میانگین در هر روز 16 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که طالبان مسئول 48.5% تلفات غیر نظامیان، نیروهای امنیتی مسئول 15.5%، داعش مسئول 6.3%، نیروهای بین المللی مسئول 2.3% تلفاتند و عامل 26.7% تلفات غیر نظامیان نامعلوم است. متاسفانه طالبان در محلات مسکونی، در خانه های مردم، در قریه های ما، در روستاهای ما موضع دارند. با تاسف قریه های ما را موضع جنگی بر خود ساختند و بار اصلی ملامتی تلفات ملکی به دوش طالبان است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر، هرچند تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2020 11% کاهش یافته، اما حمله‌های انتحاری و قتل‌های هدفمند نسبت به زمان مشابه سال پار بیشتر بوده است. در جریان گفتگوهای صلح باید آتش بس صورت بگیره و آتش بس فراگیر همه شمول و کامل باشند. این میتونه برای تأمین صلح یک گام محسوب شود، یک گام مثبت محسوب شود. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مدت 4 خبرنگار در پی خشونت‌ها جان باخته و 10 خبرنگار دیگر هم زخمی شدند.
آمادگی ها برای برگزاری جشن مارشال عبدالرشید دوستم. در این برنامه مراسمی که فردا برگزار می شود رئیس جمهور شرکت نخواهد کرد، اما برخی از مقام های ارشد دولتی حضور خواهند داشت. آمادگی ها برای برگزاری جشن مارشالی عبدالرشید دوستم در جوزجان. زنان جوزجانی شانه به شانه مردان به پیشواز از اهدای رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم جشنواره را برگزار کردند. این زنان تا نیمه های شب در ولایت نسبتا ناامن و سنتی همصدا با ساز و آواز شده اند. تابوها اینجا شکسته شده و زنان به گونه گروهی رقص های محلیشان را اجرا می کنند. نه صدای توپ و تفنگ مانع گرد هم آمدنشان شده و نه هم خطر ویروس کرونا. رتبه مارشالی فردا در یک مراسم ویژه روی شانه های آقای دوستم گذاشته خواهد شد. ریاست جمهوری بر ما اطمینان دادند که یک گروهی از مقامات عالی رتبه حکومت به خاطر اعطای رتبه مارشالی در این مراسم اشتراک میکنند و شمول رئیس دفتر ریاست جمهوری، اما باقی اشتراک کنندگان را لیستش هنوز با ما شریک ساخته نشده. شاید مسائل امنیتی و تدابیر امنیتی مطرح باشد. مراسمی که برای تأمین امنیت آن دست کم 6000 نیروی امنیتی گماشته شده، اما در این برنامه رئیس جمهوری شرکت نخواهد کرد. و چند خبری کوتاه. کمبود دارو در بیمارستان افغان ژاپن، چالشی که پس از 4 ماه کماکان پا برجاست. چند روز پیش کمیته اضطرار مبارزه با کرونا یک بسته دارویی و ابزارهای پزشکی را که برای بیمارستان‌های افغان ژاپن و محمد علی جناح خریداری شده بود به وزارت صحت سپرد. حالا مسئولان در بیمارستان افغان ژاپن میگویند که تا هنوز این بسته را دریافت نکردند. در مجموع یک چند قلم اقلامی که ما با او اشد ضرورت داشتیم و خلاص کرده بودیم تا که دوباره شفاخانه و دوباره به اصطلاح دوباره به اصطلاح مورد نیاز پوره میکنه میاره. بعضی اقلام است که از طرف پایوازا از شفاخانه بیرون خریداری میشه که انشالله منتظر دوایی را که جناب والی صاحب هستیم. مسئولان داروخانه این بیمارستان میگویند آنان 4 قلم داروی مورد نیاز برای درمان بیماران کووید 19 را ندارند. برای مریضای کرونا دواهایش ما فعلا 3 تا 4 قلم دوا را ما کمبود داریم. قبلا این دواها در دواخانه ما موجود بود، اما به خاطر که یک ذره مصرفش بالاست فعلا ما اونا در جمع لیست کمبودات است. بیمارداران هم که کماکان مجبور به خرید برخی داروها برای بیمارانشان از بیرون بیمارستان هستند، از بهای بلند آن شکایت دارند. یک مقدارش از این یک تعداد زیادترش از این میتن، بعضی اوقات میگن که اینیش نداریم، باز باید بریم از بیرون بخریم. همون داروهایی که قیمتی است از بیرون میخریم. به یک قسمتی که از این تهیه میشه که موجود است اینجا میته برای مریضا، و یک قسمت دیگه که از بیرون تهیه میشه و قیمتش بالاست. همزمان نگرانی دیگر این است که سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین مورد گفته که ممکن آمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به مراتب بیشتر باشد. دلیل هم موجودیت تنها یک پزشک برای هر 3500 شهروند است. حکومت افغانستان همواره جدیت در مبارزه با ویروس کرونا را عاملی برای پایین بودن آمار مبتلایان دانسته است. با این همه ویروس کرونا کماکان دشمن پنهان شهروندان افغانستان است، به گونه‌ای که در 24 ساعت پسین در هر ساعت جان یک بیمار را گرفته و به شمار بیماران هم 135 نفر اضافه شده است. در این هفته چندین ولایت گواه باران‌های شدید بود. باران‌هایی که سیلاب‌های ویرانگر را نیز به همراه داشت. کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کنر، بامیان، لوگر و میدان وردک از زیان این سیلاب‌ها در امان نماندند. پنجشیر و بامیان در کنار زیان‌های مالی تلفات جانی نیز دارد. آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نشان می‌دهد که در این 10 ولایت 120 خانه مسکونی تخریب شده است. جدا از زیان‌های مالی 5 نفر جان باخته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. تلفات نزدیک به 5 نفر گزارش شده و چون گزارش ما ابتدایی است احتمال تغییر در رقم وجود داره، اما مجروحین هم نزدیک به 8 نفر میرسه در همین 10 ولایت
که او از اثر سیلاب ها مجروح شدند. اینا برشان از آدرس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث رسیدگی صورت خواهد گرفت. هنوز روند کمک رسانی با آسیب دیدگان آغاز نشده و تنها وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی سروی را برآ انداختند. زمین‌های کشاورزی نیز در شمار از ولایت‌ها تخریب شده و همراه با کشاورزان شمار از مالداران نیز مواشی خود را از دست دادند. بیشتر حاصلات و راه‌های عمومی و جاده‌های عمومی اینا تخریب شدیم. امروز ما یک جلسه داشتیم. یک جلسه هم فیصله به این شد که دو کمیته تشکیل شدن، دو تیم. اینا میرن به ساحه و ارزیابی میکنن خسارات مردم که هرچین لحاظ اینا خسارت دیدن، خسارت زراعتی مواشیشان است. می‌خواستیم که اینجا وزارت‌های مربوطه توجهی خود داشته باشند. از این نقطه ولایت پنجشیر خیلی آسیب‌پذیر است. همیشه در اندکترین باران‌ها سرازیر میشه سیلاب‌ها و مردم خسارات از این زیادتر می‌بینند. همه ساله در بهار سیلاب‌های ویرانگر ولایت‌های کشور را تهدید می‌کند و بیشتر خانه‌ها در مسیر سیل و کنار دریا آسیب‌های مالی و تلفات جانی می‌بینند. اما امسال در فصل تابستان چنین سیلاب‌ها کم پیشی نبوده است. و در اخیر هم رویدادهای ورزشی. برای نخستین بار جشنواره هندبال به درخواست فدراسیون جهانی این رشته در سراسر جهان به ویژه در افغانستان ناوقت دیروز با رعایت نکات بهداشتی در فضای باز در پایتخت برگزار شد. ورزشکاران به شمول بانوان از بخش‌های گوناگون پایتخت با برگزاری دو رقابت تدارکاتی و نمایشی ورزشی از این روز تجلیل کردند. مسئولان در فدراسیون هندبال و کمیته ملی المپیک برای ارجگذاری از این روز خواستار پشتیبانی جدی ورزشکاران کشور شدند. هفته جهانی هندبال به همگی تبریک میگم و خوشبختانه امروز یک فستیوال با تمام تدابیر صحیه فدراسیون هندبال گرفته. ورزشکاران با ابراز خرسندی و گرامی داشت از روز جهانی هندبال خواستار همکاری حکومت به منظور تقویت هرچه بیشترشان در وضعیت کرونایی شدند. زود داریم صلح بیاید که ما از طریق ورزش خود بتوانیم و وطن خود خدمت کنیم و همین صلح باشه که قدرت ما یا باور ما را زیادتر کنه تا به مسابقات بیرون مرزی بریم و به افغانستان مقام بیاریم. از روز جهانی هندبال در سراسر جهان به ویژه در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که مسئولان المپیک از ساخت میدان ساحلی این رشته در آینده نزدیک خبر دادند. هفته 36 رقابت‌های لالیگای اسپانیا شب گذشته با انجام 3 بازی ادامه یافت. در حساس‌ترین دیدار شاگردان زین‌الدین زیدان 2-1 از صد گرانادا گذشتند و 3 امتیاز با ارزش این بازی را کسب کردند. گل‌های کهکشانی‌ها را فرلن مندی و کریم بنزما به ثمر رساندند و تک گل گرانادا توسط مچش وارد دروازه ریال مادرید شد. گفتنی است که کهکشانی‌ها 2 هفته مانده به پایان این رقابت‌ها تنها به 2 امتیاز تا جشن قهرمانی نیاز دارند. در سایر بازی‌ها خطافه و آلاویز با تساوی 0-0 به کارشان پایان دادند و ریال سوسیداد 2-1 ویاریال را از پیش رو برداشت. در ادامه هفته 35 رقابت‌های لیگ برتر جزیره شب گذشته تیم‌های منچستر یونایتد و ساوثهمپتون به مساف هم رفتند که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید و دو تیم امتیازها را مساویانه تقسیم کردند. شیاطین سرخ اکنون 59 امتیازی و در رده پنجم جدول قرار دارند. لیورپول با 93 امتیاز در صدر قرار دارد و منچستر سیتی با 72 امتیاز در رتبه دوم جای دارد. این بود داشته‌های خبری امشب که تقدیمتان شد. تا شب‌های بعد الله نگهدار.